زنگ در نیمه شب. ساعت حدود 2:45 نیمه شب بود. لیلا تازه خوابش برده بود که صدای زنگ در ورودی او را از خواب پراند. اول فکر کرد خواب می‌بیند، اما زنگ دوباره به صدا درآمد. کی میتونه این وقت شب زنگ بزنه؟ از پنجره به بیرون نگاه کرد، اما کسی آنجا نبود. خانه‌اش ته کوچه بنبست بود و همیشه ساکت. قلبش تند میزد. گوشی را برداشت و به پلیس زنگ زد، اما ارتباط قطع بود. سردرد عجیبی گرفت. انگار هوا سنگین‌تر شده بود. ناگهان برق رفت. خانه در تاریکی مطلق فرو رفت. از پشت در صدایی آمد. کسی آرام با ناخن به در می‌کشید. خش 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 خش. صدای چیزی مثل پنجه حیوان، اما با ریتمی انسانی. لیلا عقب رفت. نفسش بالا نمی آمد. ناگهان در کمی باز شد. با اینکه در قفل بود. درز کوچکی که باز شده بود اجازه داد نور کمرنگ ماه بیفتد روی چیزی که شبیه چشم بود، اما انسانی نبود. آن چشم سفید بود، بی احساس و بی حرکت. در همون لحظه صدای خشدار و خفی از پشت در رو چرا بستی لیلا؟ مگه نگفتی منتظرم میمونی؟ لیلا جیغ زد، اما صدایش در خانه پیچید و خفه شد و بعد سکوت. صبح روز بعد همسایه ها با در باز خانه مواجه شدند. لیلا نبود، اما روی دیوار ورودی با خراش نوشته شده بود: یک بار گفتی در رو باز میکنی، دیگه لازم نیست بگی.